بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه در وقت ترس گفته شود. ما یقال عند الفزع لا اله الا الله. هیچ معبود بجز الله وجود ندارد. فایده های حدیث. فایده اول، ترسیدن وقتی به کسی تأثیر نمی کند که با ذکر الله باشد. فایده دوم، فساد عرب شر بزرگی است، به خاطر اینکه آنها نخستین خطاب شدگان و بردارندگان دین مبین اسلام هستند. فایده سوم، آثار گسترش یافتن و آشکار شدن گناهان دامنگیر انسانهای نیک و بد می شود. فایده سوم، تأثیر و آشکار شدن گناهها دامنگیر انسانهای نیک و بد می شود. فایده چهارم، ظهور کردن یعجوج و معجوج جزء از نشانه های بزرگ قیامت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم امتشان را از این فتنه ترسانیدند تا آنها توبه بکنند و عمل نیک بکنند و آمادگی و تیاری برای آخرت ایجاد نمایند.